جناب پیامبر گفتن همسر در بالای تو حق داره، حقش باید ادا کنی. حقش مهر و محبت و دوستی است، خوش مناسبتی و خوش معاملگی است. یک نوع با او زندگی در خانه شما احساس بیگانگی نداشته باشه. از خدا ترسیدن در که برادری عزیز بزرگوار. متاسفانه چنین جبر و ظلم ها بسیار از در جامعه که مردها یعنی زن میگیرن دخترهای مردم در نکاح میدرارن، بعد از نکاح کردن فکر میکنن که شاید اون غلام اینها باشه. وای غلام نیست، وای تو را نخرید، تو وای نخرید، فقط مهرش ادا کرده، حق ایمانداری و حق انسانیت بودنش ادا کرده. وای حقوق آزاد وای بنده الله هست، وای غلامی تو نیست که برای وای چقدر جبر و ظلم زیاد کنید. متاسفانه امروز اکثر خانه ها کلین ها از جانب خوشتامن ها و فرزند ها و ینه ها یعنی خواهر اپای شوهرهاشو جبر و ظلم زیاد میشن. از خدا بترسی برادر عزیز بزرگوار.